با سلام خدمت دوستان و فالوورای عزیز من. البته اون دسته فالوورایی که واقعا من حمایت میکنن دستشون درد نکنه، حرفای خوبی میزنن. من نمیدونم بعضیا واقعا از بدق تولد بی مهری دیدن، بی محبتی دیدن از پدرشون یا از رفیقاشون. اینا یا کرم دارن، فقط میخوان انرژی منفی بدن به کسایی که واقعا دارن تو پیج هستن، دارن فعالیت میکنن. کار ندارم، طرف آماده میگه من سن حداقل 55 سالشه. مرد حساب، من باید حتما کارت ملی ما بذارم که تو باورت بشه سنم مثلا 42 ساله؟ خب 42 سالم سن کمیه، زیاد نیست. چهره رو نبین شکسته شده، چهره به خاطر اینکه سختی روزگار، مثل کسای دیگه نیستیم زیر کولر بشینیم راحت برای خود تو بانک یا تو مراکزهای دولتی برای خودمون کار کنیم یا شغل دولتی داشته باشیم، کارمند باشیم. ما کارگریم. توی که اونجا نشستی کرم میریزی، هی میگی اون نمیدونم وازلین چیه، اون فلان چیه. مردی از داخل خونش عکس میگیره، یه چیزایی هم هست حالا تو دیده، حالا تو گیر دادی به اون وازلین رو زد به خاطر دیوس، به خاطر چی بگم دیگه. حالا والا ما اصلا فوش هم بلد نیستیم بگیم. باز دم آیستان اسلامی گم فوشای خوبی میده.